سلام. نمایش ورشکسته دادگاه غیابی مجاهدین یکی از اون پروژه هاییه که توی نظام با یه خیزی شروع کردن، ولی هر چه جلوتر میرن خودشون هم دیگه موندن که چجوری باید تمامش کنند. تیر خلاص این دادگاه همون اول کارش بود که مجاهدین به این دادگاه محلی نذاشتند و از اون روز تو دل این آخوندک مونده که چرا مجاهدین حتی یک تماس هم با ما نگرفتن. تاکنون از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است. امروز رئیس این دادگاه در کمال اقتدار به متهمین این پرونده اعلام می‌کند تا زمانی که فرصت دارند باید بازگردند در قبال اتهامات دفاع کنند. آخوندک قاضی این نمایش که از بیماری شدید توجه طلبی رنج میبره هر دفعه دنبال اینه که یه فیلی هوا کنه که اسمش مطرح بشه. این دفعه ظاهرا بهش رسونده بودن که یه چیزی هست به اسم کنوانسیون یا میثاقنامه که اگر بتونی با این کلمه جمله بسازی مثلا حرفات خیلی مدرن جلوه میکنه. دیگه هم ظاهرا یا خودش گوگل کرده بود یا بهش متن داده بودن. این دفعه با ربط بی ربط توی هر جمله 3 بار کلمه کنوانسیون رو ول میکرد. کنوانسیون بین المللی با کنوانسیون سرکوبی، یعنی کنوانسیون 1970 که همگی عضو کنوانسیون لاهه هستید. این هم مثل عین الله باقرزاده انگار که تازه چشمش به قوانین بین المللی افتاده، هی میخواد با این کنوانسیون گفتنش بگه که بین گلابی و پرتقال منم یه شلغمی هستم. آخه بدبخت فلک زده 40 سال سرش فقط توی قوانین ضد انسانی ولایت فقیه خودشون بوده. نمیدونستی که توی جهان از قرن گذشته تا الان کلی قوانین بین المللی برای این مسائل وضع کردند که این حالا اومده میخواد خواسته های ضد انسانی خودش رو به اسم کشفیات جدید از کنوانسیون ها غالب کنه. بر اساس قواعد کلی استرداد، زمانی که دولتی صلاحیت کیفری نسبت به مجرمی را در قلمرو دولت دیگری نیز بخواهد و مجرم با پناه گرفتن در برخی از کشورها فراری شده، دولت‌های میزبان در خصوص جرائم تروریستی مکلف به استرداد هستند. استرداد یا تحویل متهم از سوی دولتی که متهم در قلمرو آن حضور دارد به دولت خواهان استرداد به منظور محاکمه یا اجرای حکم. خب اولا اگر قرار باشه کسی متهم جرایم تروریستی رو استرداد کنه، اول شما بیاید جواب بدید که این سرتروریست های کله گنده محاکمه شده در دادگاه های جهانی که الان دارن توی حکومت شما میخورن و میچرن و میشاپن، اونا رو کی استرداد میکنی؟ اینا رو میشناسی دیگه، اینا وانتد بین المللی ان. چرا؟ چون توی انفجار آمیات توی آرژانتین بیشتر از 80 نفر آدم عادی رو توی اون سر دنیا کشتن. چرا؟ آشنایی هم توشون هست، وزیر کشورتون، مشاور رهبرتون، تشخیص مصلحت، کلکسیون کاملیه که اینها رو دادگاه حکم دستگیریشون رو داده. دیگه بگم برات، دیپلمات تروریست هایی که توی ترور دکتر کاظم رجوی توی سوئیس نقش داشتن، اینا هم یک لیست بلند بالایی هست. حالا این فرچه مرچه ها رو بذار کنار، دونه درشت دارم برات. توی دادگاه میکونوس رأس هرم رو داشتیم، خود پدرخوانده تروریست، رهبر نامعظم نظامتون، برای اونم حکم صادر شده. پس بگو چرا این فکستنی 30 ساله جرئت نمیکنه که پاش رو از کشور بیرون بذاره؟ راستی آقای کنوانسیون، توی اون کنوانسیون هایی که میخوندی در مورد استرداد اینا چیزی ننوشته بود که الان فاز معلم برای بقیه گرفتی؟ سیستم قضایی کشورهای میزبان که همگی عضو کنوانسیون لاهه هستید، سیستم قضایی کشور فرانسه، قضات کشور فرانسه، قضات کشور انگلستان، قضات کشور آمریکا، دادستانهای کل این کشورها، کنوانسیون لاهه اصل استرداد یا مجازات را پذیرفته است. ببین جوجه آخوندک، اگر تو تازه شب قبل این کنوانسیون ها رو خوندی، اینا خودشون این کنوانسیون ها رو نوشتن. هر کدوم از این کنوانسیون ها 100 تا ماده و تبصره و استثناء دارن که کجا صدق میکنن کجا صدق نمیکنن. تو اغلب این کنوانسیون ها مخالفین سیاسی رو مستثنا میکنن. مثلا اینجا تو ماده 9 کنوانسیون گروگانگیری نوشته که به تقاضای استرداد پاسخ داده نمیشه اگر که استرداد با هدف مجازات شخص به خاطر عقاید سیاسیش باشه.
یا تو کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم هم اومده که به درخواست استرداد پاسخ داده نمیشه اگر که هدفش محاکمه و مجازات شخص به خاطر عقاید سیاسیش باشه. بعد یک کنوانسیون های دیگه هم هست که تو اصلا ازش خبر نداری. کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان که در ماده 33 میگه هیچ کشوری نمیتونه یک پناهنده رو به کشوری برگردونه که در اونجا زندگی یا آزادیش در معرض تهدید واقع بشه. از این دست قوانین بین‌المللی بازم هست، ولی کلاً کنوانسیون و قوانین بین‌المللی اصلاً به ریخت و هیکل شما نمیخوره. تو با همون قوانین حیات وحش ولایت فقیه‌ات صحبت کن، سنگسار، قطع دست دار، این حرفا، کنوانسیون بهت نمیاد. از این پس چنانچه ایرانیان مقیم خارج از کشور به دعوت از متهمین یا سازمان متهم این پرونده در هر کجای دنیا، چه در مقابل کنسولگری ها، سفارتخانه ها، مراکز فرهنگی یا هر مرکز دیگری در خارج از کشور میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون هایی که برشمرده شد، اعلان قرمز آنها صادر می شود و به کشور استرداد می شود. از این پس چنانچه ایرانیانی در خارج از کشور به دعوت متهمین این پرونده در هر کجایی حاضر شوند، به معنای هواداری از تشکیلات سازمان مجاهدین خلق قابل تعقیب در این دادگاه می باشند. با صدور اعلان قرمز این دادگاه این افراد قطعاً دیپورت خواهند شد و به کشور ایران مسترد می شوند. اوه چه خوش اشتها، پا برهنه کجا داری میدویی؟ کل ایرانیان خارج کشور که علیه نظام شعار دادن رو میخوای استرداد کنی؟ تو الان با همین ریخت و قیافه و طرز تفکرت بری خارج خودت تحت پیگردی. شما همونایی هستین که تو آلمان 50 تا مرکز تربیت تروریستتون رو بستن، ریختن، ساختموناتون رو جارو کردن. تو برو فعلا ببین اموال مصادره شده‌تون رو میتونی پس بگیری یا نه. بعد تازه نه فقط این، سپاهتون هم تو لیست تروریستیه. تو آمریکا که بود، کانادا هم گذاشتش توی لیست. فردا پس فردا هم شاید نوبت اروپا باشه. بعد اینم به کنار، شما الان خودتون تو سازمان ملل متهمید به نسل کشی. تو آخرین گزارشگر ویژه سازمان ملل به صراحت گفته که شما خودتون توی نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست داشتید. بعد تو میخوای اینایی که علیه شما تروریستا و جانیا اعتراض کردن رو استرداد کنی؟ بعد مگه شما نمیگفتید که اقتدار داریم و شاخ منطقه ایم و لات تنگه هرمزیم و میبندیم و این حرفا؟ چی شد؟ یه تظاهراتی تو چند هزار کیلومتری میشه ستونهای بیت عظما بیت بیت میلرزه؟ بالاخره اون روزه اقتدارتون رو باور کنیم یا این ترس و لرز از یک تظاهرات تو خارج از کشور رو؟ بشن به طبل شورش. بعد مگه شما مدعی نبودید که توی مملکت ملت دارن تو آزادی فکر و آزادی بیان غرق میشن؟ امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. افراد متعدد در رسانه‌های مختلف افکار گوناگون ضد حکومت رو که عقیدشون هست ابراز میکنن، کسی هم با اینها کاری ندارد. یعنی چوپان دروغگو در مقابل تو دهقان فداکاره. ببین با افراد ضد حکومت داخل کشور که هیچ، تو از مخالفین خارج از کشور نترس، بقیهش پیشکش. به این میگن آزادی بیان ورژن حکومت آخوندی، که اونی که توی چند هزار کیلومتری علیه شعار بده رو هم با استرداد تهدید میکنه. خب بیا اینم پاسخت. پاسخ ما به جنات آتش سرخ قیام. بیا
مجاهدم یکی دیگه از صحنه‌های کمدی حماقت که توی این نمایش دادگاه خلق شد، سکانس زیاده‌خواهی وکیل بیسواد شکات بود که رکورد مشنگی رو از آن خودش کرد. خواسته ما اینه که مسئولین دولت‌های اروپایی هم اجازه برگزاری این تجمع رو به این اعضا ندن. حالا من از وکیل شاکی میپرسم آیا شما شکایتی از افراد خاصی برگزار کننده یا افراد دیگر هم دارید یا خیر؟ بله آقای رئیس، ما میخواییم که دولت‌هایی که اجازه این برگزاری رو هم میدن مطابق قوانین تحت تعقیب قرار بگیرن. یه سالن گرفتن، یه میز چوبی هم گذاشتن اون بالا، فکر کردن بالا دست شورای امنیته، منو سفارش میده. چی میخوای برات بگیرم؟ اونم گازشو گرفته داره میره. رؤسای دولت‌ها رو بگیریم، برای میزبان اعلان قرمز صادر کنیم، کشورها رو تعقیب کنیم. طوری که اون اسکل اعظم یعنی آخوندک قاضی هم زد رو ترمز گفته بس بابا کجا داری میری؟ ما مسئولیت بین المللی برخی دولت‌ها رو داریم، نسبت به بقیه دولت‌ها اصل مسئولیت بین المللی دولت‌ها رو این دادگاه رعایت میکنه. نسبت به دولت‌ها نمیتونه. با توجه به معاهدات بین المللی که وجود داره، عرضم اینه که نسبت به در واقع این اقدامات حداقل یه اقدامی بشه، همونطور که دفعه پیش هم خودتون فرمودین نسبت به دولت‌های میزبان. ما گفتیم دولتمرد یا فرد حقیقی غیر از حیثیت حقوقی یک دولت است. بله. حالا در قالب تذکر هم اگر آقای رئیس شده، ما می‌خوایم که اونها هم اجازه برگزاری این اتفاقو ندن. از محاکمه و تحت تعقیب و مجازات رسیدیم به یک تذکر لسانی که دیگه دلش نشکنه. بابا خودتون رو اسکل نظام مقدس کردین. آخه مگه آلمان و فرانسه برای دادن اجازه تظاهرات باید بین از دادگاه شما اجازه بگیرن؟ شما فعلا برو سراغ اون 50 تا مرکز بسته شده ببین میدونن از کنارش رد بشی یا نه. اما اگر فکر میکردید که رکورد مشنگی تا همین سطح، اشتباه کردید. این وکیل تازه برنز میگیره. بریم جلوتر، تو همین رشته یه نقره مشنگی هم داریم که بازم غافلگیرتون میکنه. خانم میتران، همسر میتران، اعتصاب قضا در حمایت سازمان مجاهدین خلق کرده. آقای عرضم به حضورتون که اسمش رو اگر پیدا کنم اینجا، آقای بونه، ایو بونه، مسئول اطلاعات فرانسه در اون مقطع زمانی، بعداً عکس‌هایی انداخته با مسعود رجبی در عراق، نشست‌هایی داشته با اینا، کتابی منتشر کرده که این عکس‌های خودش رو در اون کتاب گذاشته، و یا در پادگان اشرف در کنار تانک‌هایی که بوده عکس انداخته و خودش این کتاب رو منتشر کرد. اینا کسانی بودن که در فرانسه خدمات و امکانات دادن به یک همچین جنایتکارایی. دادگاه بعد با عنوان بخشی از خواسته خانواده شهدا تو بخش حامیان این سازمان جنایتکار ورود کنن و درخواست استرداد همین مجرمین خارجی رو به کشور داشته باشن و در اینجا محاکمه بشن. از تأثیرات مصرف همزمان شیشه و قیمه محصولش میشه این. آخه شما اول همین دادگاه داشتی التماس میکردی که چرا مجاهدین با ما تماس نمیگیرن، بعد الان مجاهدین که هیچ، هوادارشون هم به کنار، دارن میرن برای حامیان خارجی، میخوان اونا رو هم استرداد کنن و بیارن محاکمه کنن. شده داستان اون بابایه که هنوز پیکان نخریده بود، بچه‌هاش داشتن دعوا میکردن که جلو بشینن یا عقب. خوشن دیگه، وقتی جنس ناب میزنن دیگه از 7 دولت آزادن. ولی حالا میرسیم به سکانس اکشن و هیجان انگیز ماجرا که بالاخره حکم مجاهدین توی این دادگاه قرار چی بشه؟ بحث بقیه و تفاوتش با بحث محاربه. چرا ما این مطلب رو میخوایم مطرح بکنیم؟ مهم این است که بفهمیم آیا جرمی که سازمان مجاهدین خلق به صورت عام، به صورت کلی انجام داده، عنوان فقهی محاربه رو به خودش میگیره و یا عنوان فقهی بغی رو. تفاوت‌هایی در فقه بین این دوتا وجود داره، خصوصا در مجازات اینها و تعیین مجازات اینها توسط قاضی. بله، صحنه بسیار حساس میشه در این لحظه. بالاخره متهمین در کدوم دسته قرار میگیرن؟ محارب یا باغی؟
چون اینها احکام بسیار متفاوتی میتونن داشته باشن. حالا ببینیم که احکامشون چقدر با هم تفاوت دارن. اقدام محارب ترس در میان عموم مردم است، ولی باقی در تقابل با حکومت صحبت میشه دربارش. مجازات محاربه به تشخیص قاضی، حد محاربه یکی از 4 مجازات زیر است: اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. یعنی قاضی مخیر بین اعدام یا سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد یکیش رو انتخاب بکنه. این تخییر برای قاضی وجود داره. اما مجازات باقی که دست به اسلحه ببرد صرفاً اعدام است. این میزان از رعایت حقوق بشر تو کل کنوانسیون‌های ژنو هم قفله. یعنی انتخاب به این گستردگی، قطع دست و پا بعد اعدام یا بدون قطع دست و پا بری اعدام، کدومش؟ راستی از اون آقای کنوانسیونه که بپرسه که اون کنوانسیون ها در رابطه با این احکام هم چیزی نگفتن؟ قطع دست و پا، صلیب کشیدن، دار زدن ها؟ تروریست هم فهمید اگه ما بخوایم یه واژه نزدیک به واژه تروریسم یا اقدامات تروریستی بخوایم بگیم در فقه، واژه بغیه. احسن. حالا صحنه رو داشته باش که به اینجا که رسید وکیل تسخیری یه جوری خودشو انداخت وسط که هر کی نمیدونست فکر میکرد که این الان میخواد دفاع کنه در حد لالیگا. عرض کردم بعد من ایراد سمت دارم به جهت اینکه باید وکیل باشم بخوان دفاع بکنن و بعدا امروز به عنوان کارشناس مذهبی که فرمودین ایشون میخوان صحبت بکنن مشخص بکنن بالاخره سازمان ملحدن یا مسلمانن. اینو خواهش میکنم مشخص بکنن. متشکرم. بله، سقف دفاعش همین بود که مشخص بشه مجاهدین مسلمانن که شامل بغی بشن که فقط اعدام با دست و پا، یا اینکه نه مسلمان نیستن که میشه محارب یعنی اعدام بدون دست و پا. بالاخره کدوم یکی؟ عجب وکیلی. این دفاع بود یا پاس گل؟ عرض کردم در هر دو صورت اینها عنوان بغی براشون صدق میکنه. یعنی حتی اگر بگیم ملحد هستن در قانون مجازات اسلامی صحبت از اسلام یا غیر اسلام نشده است، پس اگر ملحد باشند هم محکوم هستند. اگر به قول خودشون عرض کردیم در اون اساسنامهشون و خودشون رو مسلمان نامیدهند هم باز به مرتبه اولا این عنوان براشون صدق میکنه. پس در هر دو صورت این عنوان براشون صدق میکنه. بله، میگه اگر برای اعدام لازمه مجاهدین مسلمان هم هستند. به این ترتیب حکم نهایی این سیرک دادگاه همونطور که از همون اولش هم مشخص بود الان دیگه کاملا روشنه. این رویه دادگاه که الان یه ذره‌اش رو مشاهده کردیم دقیقاً همون روالی است که از سال 60 توی این دیکتاتوری جریان داره و به همین دلیله که مجاهدین هم از همون موقع، همونطور که در بیانیه جهانی حقوق بشر هم اومده، وقتی که آدمی از همه حقوق بشرش توسط یک حکومتی محروم میشه به عنوان آخرین تدبیر ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری میشه، مجاهدین هم ناگزیر از شوریدن علیه این نظام ستمکار برای براندازی شدند. از اولین اقدامات مسلحانه‌ای که سازمان مجاهدین خلق انجام میدن مبادرت کردن به ترور رهبران ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران از جمله شهدای عظیم الشأن، ترور و قتل عمدی شهید آیت الله مدنی، شهید آیت الله دستغیب، شهید صدوقی، شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، شهید آیت الله صادق احسان بخش که نماینده ولی فقیه در استان گیلان بودند، شهید حجت الاسلام حسن بهشتی نژاد امام جمعه موقت اصفهان، انفجار دفتر دادستانی کل آیت الله علی قدوسی دادستان کل کشور، انفجار سازمان یافته و ترور سید حبیب هاشمی نژاد اشرفی رئیس دفتر وقت جمهوری اسلامی در مشهد، همچنین شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی، شهادت سید حسن آیت نماینده مجلس، شهادت و قتل عمدی شهید لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران و شهادت محمد کچویی رئیس وقت زندان اوین. تازه شانس آوردیم که مجاهدین یه گله از این هیوله ها رو از روی زمین برداشتن، وگرنه معلوم نبود که الان ما با چند تا علم الهدا و شریعت مداری و جنتی طرف بودیم. به هر حال به نظر میاد که حسابی توش موندن که دیگه توی این نمایش دادگاه چه حرفی باید بزنن، چون طبق قراری که داشتن بعد از 2 هفته
جلسه بعدی رو باید میذاشتن، اما اون جلسه برگزار نشد، هفته بعدش هم برگزار نشد. حالا اینکه میخوان تا کجا ادامش بدن یا تمامش کنن ما نمیدونیم، اما تا جایی که به مجاهدین و هوادارانشون و کانونهای شورشی برمیگرده، مثل همیشه پاسخشون به این نمایش مضحک روشنه. ایران سراسر آتش آتش جواب است. ای آخونده بیریشه پاسخ تو آتیشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.